است میدونه که در مسجد به عذر خوب کردن مکروه است. پیش در اومدن حضرت علیم بداخل نیت اعتکاف کرد در اومد اعتکاف نافله هم خوبش هم عبادتی صبح در پهلوش یک عابد ایستاده است یا جاهل نماز خونده است. میگه یک شخص دید شیطان در دهن ایدر همیتا قیزه کردگی گفت چیکار داری؟ یا بدرو یا ببرو گمشه چی دهن ایدر گرفته؟ لعین گفت و همه خواهم هم اکنون که جاهل رو برم از راه بیرون. گفت من اومدم که همین جاهلی را که نماز میخونه ای نماز ببرو رو باش. وظیفه شیطان همیه یاخی ولیکن زان ندارم طاقت تاب که میترسم از این دانای در خواب. میگه جرأت نمیکنم بدرم ایم عالم خوب ترسید استم میخزه یا روحش چون میتا که این کارا با هیچی گر این عالم نبودی پای بستم چمو میبود آن جاهل بدستم. اگر میگم این عالم سری رحمه نمیگرفت این جاهل در دست من یا پلاستیلین بود چه خیلی در کار بود لیپیتش میکرد. الله اکبر. از این خاطر حضرت گفت که فضیلت عالم نسبت عابد مثل فضیلت من است نسبت کمترین شما. و این الملائکه لتضع اجنحتها ریزا لطالب العلم. و به شک شبهه ملائکه های مهربان ملائکه هایی که خداوند از نور خلق شو کرده است. ولی همین صحبت از ملائکه بود. ملائکه یک طرفت العین گناه نمیکنه همین که پاکیزه و تازه و آزاده است. قنات دارن ملائکه ها از 2 تا 600 قنات. هر قدر درجه و منزله چو بالاتر باشه همون قدر قناتاشو زیاد میشود. نه که همین کمترین 2 قنات داره. همین ملائکه های نازنین پروردگار که از نور آفریده شدیان میگه که قناتاشونا همین که فرش میکنن پای انداز میپرتوین در پیش پای طالب علم کسی که به طلب علم مشغوله. طالب علم کی را میگن؟ شخصی که همین میخواه دوست میداره که از علم چیزی بشنوه در یادش بگیره در ذهنش بگیره همین میشود طالب علم. الله این درجه و منزلت ببین. و این الله و ملائکته و اهل السماء والارض به شک شبهه الله ذوالجلال با تمام ملائکه هاش که در 7 آسمان و 7 زمین هستند حتی نمل فی حجرها و حتی الحوت حتی مورچه در همون سوراخیش حتی ماهی در قعر بحر دریا لیصلون علی معلم ناس الخیر دعا و درود میفرستند بر شخصی که مردم از حلال حرام تعلیم میده. شخصی که مردم از حلال حرام آگاه میکنه بر او میگه دعا و درود و صلوات میفرستند. وای به حال کسی که عالم احترام نمیکنه. وای به حال کسی که از بالای عالم بزی میکنه. وای به حال اون نوجوان مردی که نسبت عالم غیبت میکنه. این سخنهای پیغمبر است. این سخن یگان عالم نیست، سخن یگان انسان نیست که بگیم خطا کرد. در یک زمان و در یک عصر زندگی میکنیم که هیچی او را آدمه منم آدمم این ناشگری شود. ای آدم تو آدم خیلی فرق داره. در روی دنیا 2 سر انگشت یک خیله نیست. 2 سر انگشت یک خیله نیست. خدای تعالی همین آفریده است 2 برگ یک خیله در یگان درخت در طبیعت وجود نداره. آدم میتونه همش یک خیل شود. او را آدم ای منم آدمم. هر دگون زنبور خوردند از محل زون یکی شد نشد این دیگر اصل. زنبوری اصل هم یک چیره میخوره و هم زنبوری زردک هم میگه خونه سوخته نشد میزنه و زنبوری اصلت میکنه. اولی من هم زنبوری اصل هست. هر دگون آهو گیاه خوردند و آب زون یکی سرگین شد زین مشکینو. اگر آهو همش همو آب و علف میخورن میگه آیتش مشک میگیرن آیتش همی غیری گو هیچی دیگه حاصل نمیشود. هر دنه خوردن از یک آبخور اون یک خالی و این دیگر شکر. همین نه شکر قمیش هر دشه آب میخورن. قمیش هیچی خوب نداره دیگه این شکر میگیرن. 100,000 همچنین اشباه بین فرقشون 70 ساله راه بین. آن خرد گردد پلیدیز و جدا
این خرد گردد همه نوری خدا، آن خرد زاید همه بخل حسد، این خرد زاید همه عشق احد. این زمین پاک آن شور است بد، این فرشته پاک آن دیو است در. هر دو صورت اگر به هم ماند رواست، تو فریب این شکل صورت ظاهری را نخور میگه. هر دو صورت اگر به هم ماند رواست، آب تلخ آب شیرین را صفاست. همین آب تلخ هم روشن تازه خوشبو میشود، آب شیرین گل گل لایقه میشود، این آب تلخ همیشه با صفای. از همین خاطر برادرای عزیز سعی کنید که همین قدر قیمت عالما را بدونید. لااقل همون ملاهای همون محله خودتون، کاریای محله خودتون احترام داشته باشید که به خدا قسم فردا روز قیامت آخه عالما وارثای پیغمبر یوم ندعو کل اناس به امامهم. روزی که دعوت بکنیم هر قومی را قطعی امام شون. آیا به خوبی و به بدی ما در پیش پروردگار با شهادت بده. سبحان الله. حضرت صلی الله علیه و سلم بعد در ادامه حدیث میگه و این الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما ورثوا العلم. به یگان شک شبهه پیغمبرها از خود دنیا نمیمونن، هیچ پیغمبر درهم و دینار نمیمونن. میراث پیغمبر علم شای، فمن اخذه فقد اخذ بحظ وافر. و هر کسی همه علم گرفت یک حصه به نهایت بزرگ از میراث پیغمبر صلی الله علیه و سلم گرفته است. از همین خاطر عالما میراثخوار پیغمبر هستند. خداوند ایشان مولوی را از جمیع بلا و آفات حفظ کند. خداوند بزرگای ما را، علمای ما را، طالب علمای ما را، نقیبای ما را، مستمعای ما را، خوریای ما را در پناه امن اسمتش محفوظ کند. خداوند غیرت حمیت ما که آخه لااقل عالم نشدیم، عالم دوستدار عالم باشیم. فردا روز قیامت آدم همراه محبوبش حشر میشه. کسی را که دوست داشتی فردا روز قیامت خدای تعالی قطعی هم حشر بگردونه. که تو لااقل علم هم که نداشته باشیم، عالما را که دوست می‌داریم فردا روز قیامت همراه عالما محشور بودن. خداوند توی ایشان حکمت الله را براش مبارک بگردونه. واقعا اقول عجب پدر خوشبخت. پدر اومدی الحمدلله گفت حکمت الله جان در همون جوانی شد وقتی که در مکتب بخوند از علم برخوردار شد. خدا را شکر. مقصد که کتابای دینی را خواند است، مخبر است، آگاه است. همین شخصی که فرزند آماده و تربیت میکنه و بعدا به حیات مستقل گسیل میکنه، انشالله در همین دنیا هم خداوند سربلند با سعادت نگهش میداره و فردا روز قیامت هم. خدا کنه که همین ما و شما را سعی کنیم که اقلا در هر خاندان یک قاری قرآن تربیت کنیم. لااقل همین قاری حافظ کلی قرآن هم که تیار کرده نتونیم، کاری هر بز نیست خیرمن گفتم. اقلا همین یک پاره و دو پاره را با تجوید ترتیب حفظ کنن همین فرزندکم. یک نفر در اویله باشه به خدا قسم خور نمیشه و اویله. خاندانی که از اوجه صدای تلاوت قرآن به گوش می آید، خاندانی که در اوجه خدا و پیغمبر گفته می شود، خاندانی که پدر و مادر و فرزندان همه اهل سجود هستند، هیچ وقت رحمت خدا، برکت خدا، نصرت عطای پروردگار از او خاندان منقطع نمی شود. پروردگار میان حکمت الله جان زوجش الفت مودت محبت واقعی را برقرار کن. پروردگار از دامانش و فرزندای صالح صالحه، عالم عالمه، محیب و محیبه به دنیا بیاد. پروردگار امید داریم برادرانی که در این محفل خیر شرکت دارند به همین خیر روزای با سعادت و خوشبختی روزی توی نکاحی فرزندان و نبیرهاشون برسان. ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار برحمتك یا ارحم الراحمین. فقط محدود کن استعمال بشوی هم بزرگان را بگیم چون که تو مسئولیتی تیر گوش نکن. هر کس کاری خچه بکنه.
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم. الحمدلله که این سحر خیلی روزی پرفیض با برکات که شما عزیزان جمع علما و حاجی ها و شخصان البته که با طاعت عبادت در خاندان برادر مولوی حضور داریم و اولا دعا میکنیم که خداوند شه داماد همراه تازه عروس عمر درازی با برکاتی با توفیق فرزندهای صالح صالحه عالم عالمه حافظای قرآن نصیب روزی بگرداند. البته که ازدواج و زن صالحه انتخاب کردن و داشتن حبیب خدا صلی الله علیه و سلم بهترین متاع دنیا بود. در حدیث مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که الدنیا متاع و خیر متاعها مرأة صالحه. دنیا همش سر تا پا کالا هست، متاع است، یا خوردنی است یا پوشیدنی است یا سوار شدنی است یا بویدنی است یا خواب کردنی است یا دیگر. از بین همین متاعهای دنیا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت بهترین متاع دنیا زن صالحه است. وقتی که زن صالحه باشد، با تقوا باشد، پرهیزگار باشد، مستوره و محجوبه باشد، اهل قرآن باشد، اهل نماز باشد، با وفا باشد، یگان متاع دنیا را به این برابر کرده نمی شود. حضرت صوفی علیه در مسلک می گفت که زن که زهد و صلاحیت ورزد جان شیرین فدا کنه ارزد. اگر وقتی که زاهده باشد، صالحه باشد، عالمه باشد و با تقوا باشد، این خیل زن میگه اگر جان تا فدا کنی می ارزد، جان شیرین فدا کنی ارزد. سرخی روی زنز پنهانی است، سرفرازی او مسلمانی است. شرم رخساره هاش گوهر او ریزای شوهر او. این چنین زن اگر شود موجود رحمت حق تعالی خواهد بود. وقتی که همه خیل زن صالحه و با تقوا خداوند کدام مردی را نصیب کند این رحمت پروردگار است. پس بهترین متاع دنیا را پیامبر صلی الله علیه و سلم زن صالحه گفت. وقتی که زن صالحه باشد، قرآن خوان باشد، هیچ نکردن ده همون فرزندای خودش دختر و پسراش حتما که قرآن خوان میشوند. برای که به نسبت پدر تاثیر مادر در خاندان زیاد است. پدر از سحر تو بگه در کار بگه میآید، نمازش میخونم، یگان چای میخوره، خواب میکنه، سحر باید پی کار تو بگه. اما مادر 24 ساعت هر روز همراه طفلک است. اگر اهل قرآن باشد حتما که فرزندش قرآن خوان میکنه. یعنی بسیار وابستگی به مادر است. و البته که دیگر دعا میکنیم که خداوند شه عروس عمر درازی بود و کنه و توفیق هدایت و سربلندی دنیا و آخرت نصیبشون کنه و همه ما و شما را الله عزوجل توفیق و هدایت نصیب روزی بگردانه.